16 نوامبر در تاجیکستان روز پرزیدنت است. اگر شما امکان مراجعه با پرزیدنت می داشتید از کدام مسئله ها می گفتید؟ چی می گفتید؟ اگر امکانیت نشید این نرخ نوره با چی می گرفتن؟ کنترل می گرفتن. سراول ما سپاسگزاری خود را به جناب عالی می رسانیم که اینقدر آبادی ها را به ما پیشنهاد نموده است. مثال در کشوری آباد زندگی کرده ایستادیم باقی همه وقت باشند. Я бы хотела, чтобы он побольше привлекал грамотную молодежь. бисёр мехостам ки кадрҳои ҷавони лаёқатманд ва замонавӣ ба кор ҷалб карда шаванд ки донанд чӣ гуна иқтисоди кишварро рушд диҳанд, кишварамонро созанду тарк накунанд ва маоши хуб барояшон таъмин бошад ки барои зиндагии онҳо кифоя бошад. Это было бы правильно. نمیدونم رسانده میتونم نمیتونم یا کلینتما میبرن چیکار میکنن نمیتونم باوری ندارم که شکایت های ما به پرزیدنت رسه. برای چی؟ نمیدونم جود وای کنم شکایت کنم کی دگوام نرخ قیمت نبیرومون هست خیلی زندگیمون وای خیلی به هر حالم خدا به شکر اون قدر مشکلم نیو خیلی با کم بغلا رو میبینی دلت میسوزه. باور کنی این گدا را بینوی سقا را بینو هر یک قدم میری کیسه تا میقکنو سمکه تا میکشن یوردم تی اینم ایروی انصاف نی خیلی نرخ قیمت خودش با چی مراجعت میکنه؟ ایگو مراجعه نمیکنه تاجیکستان باشه که با چی خوش دارم همین ده من آدمون از زندگانی کند حاضرم نقص من همه ماشنای بینید رنگ امریکا منه همین مقصد محمد جناب عالی با خیلی با ای بهتر ها شونده اکو بخوای که در تاجیکستان با نقصر شونده با ای نقص شوند عمری دراز سلامتی ایلایم آبادی باشد تاجیکستان مگم رجوع خیلی کدام مسئله نیست همین زندگی خلق قین شده گری شرایط این نرخ نوره بید اما وزین شده گری ولی هم که باید یک ایسوسنا نگاه کنیم با محکمه شهر برق یکی 5 سال میتین و 8 میکشن 8 تو بگه و برق با وای میتین چی میگم بگویی تو ساعتی 10-11 میتین تمام آخه چی پنسه کم شرایط قین با چی گو؟ کدام شرایط خانم؟ همین زندگی پرابلم همین در خونه پرابلم نیست چی پرابلم مثلا؟ آخه پرابلم همه کلینا در خونه کار نیست کار نکنه و قین نیست عذاب آخه نبیره ها هر یک چورتگی پنجتگی نبیره چیکار کنی؟